شبتون بخیر. قبل از هر چیزی لازم به تذکر من این رو بگم که ما کار روزنامه نگاری نمی کنیم. حرفه ما خبرنگاری نیست. ما تحلیلگر و آنالیز کنه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیستیم. ما از تمامی این ابزارها استفاده می کنیم در راه رسیدن به آمال هامون و ایدئال هامون. یعنی ما مبارزه می کنیم با نظام سلطه، با دشمنی که هزاران چهره دارد و ابزارهای مختلف دارد. ما اینجا حزب سیاسی نیستیم که بخوایم از ساختار موجود طلب کرسی قدرت بکنیم و تحت نمایش مضحک دموکراسی گدایی رأی داشته باشیم از دیگران و جوری صحبت بکنیم که دیگران لذت ببرن. نه، ما بنابر رسالتی که برای خودمون تعریف کردیم به همون مقدار داریم از خودمون، از ماهیت انسانی من، از سرزمینی که بهش تعلق داریم دفاع میکنیم و به خاطرش میجنگیم با آن کسی که تشخیص دادیم دشمن است. اینجا ما هیچ کاسه چه کنم و گدایی دستمون نگرفتیم رو به مردم که مردم کاری بکند یا نکند. ما از هیچ مشروعیت الهی زمینی استفاده نکردیم که ادعا بکنیم همه گوش به فرمان ما هستند. اما ما خواب آرام را از دشمنان رو بودیم. هر کسی میخواد باشه، میخواد ملتی باشه به شکل حاکمیتش، حاکمیتی باشه به شکل ملتش. من به عنوان یک انسان و یک انسان کردی اجازه نمیدم منفعل بشم، تسلیم بشم و این سرنوشت رو بپذیرم. ما در رنج زندگی کردیم و از درون رنج‌های خودمان متولد شدیم. کارمونم مستقیما با حاکمیت و مستقیما با دشمنان انسان کردی است. یعنی اون انسان ایدئالی که در این سرزمین ما بوده است. ادعایی هم نکردیم از هر کسی باسوادتریم. ادعای این رو میکنیم که از هر کسی مسئولیت پذیرتریم. به همین خاطر ما نمیذاریم کورپوریشن ایرانی، دولت ایرانی بتونه برنامه‌هاش رو به راحتی با تمام ابزارهایی که در اختیار داره به اجرا بگذاره و درش کسب موفقیت بکنه. این داستان مثل این که باعث ناراحتی خیلی ها شده. یه مشت یاوه‌گو، یه مشت احمق که اصلا نمیدانن طبق همون ادعاهای خودشان نقش فیلسوف، روشنفکر و کسی که تفکر انتقادی دارد همون چیزی است که سقراط گفت: خرمگسان جامعه اجازه نمیده نه حاکمیت نه جامعه احساس راحتی بکنه تا بتونه جلوی فساد رو بگیره. ما با افشا کردن برنامه‌های دولت ایرانی، با تحلیل کردن کارهایی که انجام میدن، منتظر نیستیم ملت فاسد تحت این نظام و له شده و خورد شده به واسطه فوبیاهای مختلف و بحرانهای مختلف و ترسهای مختلف و قوانین مختلف و ابزارهای مختلف ازشون هیچ رفتار معقول انسانی سر بزنه. نه، ما دچار این توهم نشدیم. به همین خاطر هیچ وقت در این بازی احمقانه چاپلوسانه پر از ریا و تزویر بازرگانی نیفتادیم.
نیومدیم هم اینجا کسی تشویقمون کنه یا کسی بهمون نشانی، درجه‌ای، مدالی بده، عنوان و تایتلی بگیریم. وگرنه خب راهش مختلف بود دیگه. این انتربازی هایی که دیگران میکنن کاری نداره. شبیه اینها شدن، ملیژک بودن، سلبریتی شدن، کما اینکه ما نشان دادیم که استعدادش رو داریم، هم زبان طنز داریم، هم زبان شوخی داریم، هم تسلطش رو داریم. ما نیومدیم اینجا دوستی رفیقی پیدا بکنیم. ما اومدیم کسانی که با ما هم دردند، هم رنجند، در کنار هم قرار بگیریم. داستان اینه، به کسی هم باجی نداریم بدیم، لیلی هم به لالای کسی نمیذاریم. هر کی خیلی دردش میاد بره همون کارایی رو بکنه که تا حالا میکرده، همون سفارشات دولت ایرانی رو انجام بده. اون کار خودشو میکنه، ما کار خودمون رو میکنیم. هیچ کسی هم بدهکار ما نیست، از هیچ کسی هم طلبکار نیستیم، باجم به هیچ کسی نمیدیم و این مجال رو به هیچ کسی نمیدیم که احساس بکنه تعهدی در مقابلش داریم. ما تعهد به خودمان داریم، به انسان بودنمان، و سعی میکنیم که کردی باشیم. این داستانیه که قابل تذکر بود از ابتدا و ما این رو مشخصش بکنیم. ما توقع نداریم هیچ کسی زندگی ما رو تأمین کنه، کاخی برامون بسازه، احترام و تصویری از روی ترس و ریا درست بکنه. در دنیای امروزی متصور نیست. مردمانی که طی 100 سال گذشته، مردمانی منفعت طلب، بی قدرت، در انقیاد انضباط و انحصارات قرار گرفته، بی اراده تهی شده از کرامت انسانی با یک سری شعارهای احمقانه، توقع کاری هم ازش نمیشه داشت. اما در یک شرایطی امکان دارد این آدمی تغییر خو خصلت بده. اونم زمانیه که این انسان رو متوجه بکنیم و اون رو با استدلال و با پرسش به سمت و سوی سوق بدیم. و همین خاطر خواستم یه مشت یاوه‌گو رو تخطئه کرده باشم. هیچ کسی تا این دقیقه در این سرزمین کردوار جرأت نکرده دست به قلم ببره و نقدی از مفاهیم ما بکنه. هر کسی جرأت داره این گویین میدان ما دوست داریم زور آزمایی بکنیم، دوست داریم ایرادات خودمون رو بدونیم، دوست داریم میزان درک و شهامت، آنچه که ما داریم سواد نیست، افه نیست، آنچه که ما داریم شهامته، شهامت بیان کردن، شهامت نداشتن تعلقات. اینا قدرت میخواد، اینا یک مرحله‌ای میخواد از گذاری که تو بایستی بکنی و خیلی ها به این مرحله نمیرسند. ببین شما یه مشت افه های علکی میایید تحت نام مدیتیشن و یوگا رفتن و اینایی که خیلی جدیدن مد شده، به خاطر اینکه بتوانید به آنکانشس خودتون و ضمیر ناخودآگاه خودتون دسترسی پیدا بکنید تا به صورت لاشعور از شما واکنش‌ها و کنش‌هایی ساطع بشه که احتیاجی به فکر کردن نداشته باشه و شما به واسطه این ثروت درونی یک مرتبت و یک مقام بزرگتری داشته باشیم. و همین خاطر آنچه که ما بهش رسیدیم، شما با هزاران جلسه یوگا رفتن و افه های علکی آمدن بهش نمیرسید. منظورم یه مشت انتر تحت نام کارمندان و تریبون های نوکر نظام حاکمیت، کسانی که بر اساس حقنه و حسادت و بغض و عقده و حقوق و اینها
سعی میکنن در مقابل کلام حقیقت بیستن. ببینید کار ما اینه که علی خامنه ای، دولت ایرانی، سپاه پاسدارانش، اربابش، ایالات متحده آمریکا رو دچار شکست بکنیم در انجام نیاتی که دارند. اونها روایت های خودشون رو به ذهن مردم تزریق میکنن به زور، توسط فعالین جامعه مدنی در شبکه‌های اجتماعی، توسط سلبریتی ها، توسط متخصصین در رسانه‌های مختلف، توسط مس میدیاها، با تریبون‌های رنگارنگ، توسط سازمان‌ها و نهادها و انجیوها و ارگانیزیشن‌ها، توسط اشخاص معتمد برد شده. به همین خاطر اینجا فقط یک صدا در مقابل این همه هذیانگویی، یاوه‌گویی، جعل، دروغ‌های سیستماتیک، دروغ‌های هدفمند، دروغ‌های مسلح، یک تریبون ایستاده و یک تریبون داره بازی رو هدایت میکنه که حاکمیت فکر میکنه سالهاست درش موفق بوده و ما حاکمیت رو به سرمنزل نابودیش سوق میدیم، به خاطر اینکه حاکمیت اصولش و قواعدش طوری تنظیم شده، سیستمش طوری تنظیم شده اگر انسانهای مبارزی درست باش برخورد بکنن سیستم اصلا میپاچه. همین راحتی در مورد تمام دنیا صادقه. لذا بازگردیم به اوضاعی که ما تحلیل کردیم. داستان کرونا. ما تمام تلاشمون اینه نذاریم علی خامنه ای، بیت رهبری و سپاه پاسداران نیات خودشون را فرض بر جامعه بکنند و بتونن برنامه هاشون رو پیش ببرند. صبرم داریم به اندازه نفس هامون. منتظرم نیستیم چیزی رو نقدش کنیم، کشش کنیم، جیبمون باشه. نه، اونایی که میشینن حساب کتاب میکنن، چرت که میندازن، اونا خب طبیعتا حوصله این کارا رو ندارن. تفاوت ما اینه، ما امر مبارزاتیمون با زندگی شخصیمون ادغام نشده. ما از دل این به دنبال نان و پول و شهرت نیستیم و یعنی انتریات شما بیشتر تو شهرت و پول و مقام و این چیزا بود. خب فرمانده سپاه پاسداران، نه، رئیس ستاد کل ارتش نیروهای مسلح ایران آقای باقری امروز آمدند و اولین اقدامات اینها را در زمان استثناء مطرح کردن. من فکر میکنم اونایی که تعقیب کردن دیبیت‌های ما رو امر استثنایی کارل اشمیت یادشونه. تعریفی که کارل اشمیت از حاکمیت امر سیاسی و امر استثنایی میکنه و شرایط استثنایی که اونجا تصمیم قاطع حاکم میتواند نشانی از اقتدار او باشد. خب قرارگاه کرونای آیت الله علی خامنه ای شروع به فرامینش کرد. ما اینا رو میشیم تفسیر میکنیم. ظرف یک هفته تا 10 روز آینده کل ملت ایران یک بار از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت ضرورت بسیار اندک با مراجعه مورد رصد قرار بگیرند و افراد مشکوک به بیماری کاملا مشخص بشن. اینها اون وقت بایستی در یک سری مجموعه کسانی که مشکوک نیستن که به منزلشون برمیگردن و در منزلشون هستند و مشکلی نیست. ببینید این یاوه‌گویی‌های سردار باقری رو توجه کردید. سردار باقری میگه که ما از طریق تلفن، فضای مجازی مردم رو رصد میکنیم، در موارد کمی هم میریم در خونه هاشون، بعد اگه مشکوک نبودن اینا میتونن برگردن. این حالا چه معنی میده؟ یعنی چه برمیگردن؟ حالا تو با کسی تلفنی صحبت کردی،
اپ سلامت گذاشتی، این کجا اصلا؟ خونه خودشه؟ تو پادگانهای شماست؟ شهر تمام پادگانه؟ چه شکلیه این مشخص نیست، اما مشخصا اشاره میکنه که ما به خونه ها هم میریم، بعد اونایی که مشکوک نباشن رو آزاد میکنیم. خب این آقای یاوهگو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، برید این خوشتیپ به عنوان استراتژیست و اصلا چیز عجیب و غریبی معرفی میشه که این پلیتکنیک میخواست بره و خیلی انقلابیه و حرفایی که تو مجلس میزنه دنیا میاد تحلیل و تفسیر میکنه فرمایشات این ازگلو سردار باقری. خب سردار باقری مشخص نشد، تمام مردم ایران رو دستگیر میکنن، میبرن یه جا حبس میکنن، بعد هر کی مشکوک نباشه آزاد میکنن. من دوباره پخش میکنم صحبتشو. ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده کل ملت ایران یک بار از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت ضرورت بسیار اندک با مراجعه مورد رصد قرار بگیرند و افراد مشکوک به بیماری کاملا مشخص بشن. اینها اون وقت بایستی در یک سری مجموعه کسانی که مشکوک نیستن که به منزلشون برمیگردن و در منزلشون هستند و مشکلی نیست با رعایت خب کسانی که مشکوک نیستن به منزلشون برمیگردن، یعنی چیکار میکنیم؟ مثلا تمام شهر تهران رو میبرید یه جایی میریزید، بعد هر کی مشکوک نبود آزاد میکنید. ببین یاوهگویی ها رو شنیدید، این همون وضعیت استثنایی آقای علی خامنه‌ای و این انترهاست برای شرایطی که میخوان پیش بیارن. امروز متقابل این افاضات این آقایی که گفت ما اماکن رو خالی میکنیم، حالا به این حرفا برمیگردیم. اخبار دیگه ای هم داره نشر داده میشه. مردن 2 یک سردار و یک سرهنگ سپاه، سردار شعبانی. چون چهرهای کریه اینها رو نگاه بکنید، این سردار شعبانی همونیه که در ماجرای سرکوب آمل سال 61 و ماجرای چریکای اتحادیه کمونیست های سربداران شریک بوده و شرکت داشته و القاب عجیب و غریبی که داره. خب نه اعلام شده این کرونایی، نه هیچی، ناگهان میمیره، بعد جنازش هم یه مشت آهک روش میریزن. حالا برگردیم به روی کرده اینها به نام این قرنطینه. اولا یه کرونایی میاد، معاون وزیر بهداشت میگه که ما تشخیص ندادیم این کروناست، دیر فهمیدیم، بهش گفتیم آنفلانزا. ما اینو گفتیم که از پاییز یه دور مردم گرفتن. حالا برگردیم به اینی که دولت بریتانیا میگه که 70% مردم بریتانیا بایستی این کرونا رو بگیرن. دولت آلمان میگه که خانم انگلا مرکل میگه که 70% آلمانی ها بایستی این کرونا رو تجربه بکنن. چرا؟ چون این اپیدمی تا زمانی که به صورت کامل شیوع پیدا نکنه و درصد بالایی از جمعیت رو مبتلا نکنه کنترل نمیشه. ببینید یه مشت ما آدم تو این سرزمین داریم، در سرزمینی که خرد نیست، در سرزمینی که اندیشه نیست، در سرزمینی که پرسش نیست. یه مشت کارمند و متخصص و یه مشت یاوهگو داریم تحت نام علم پرستان. کیش علم دارن اینا کیش علم دارن و بعد جوری این علم رو میپرستن. قبلا طرف این همون دین خوییه که آقای دوستدار میگه، این علم پرستان خیلی دارن از خودشون شاهکار ساطعه میکنن. ببینید دولت بریتانیا میگه که 70% مردم بریتانیا باید دچار کرونا بشه. همین آقایان عالم میگند که
85% جمعیت، همین آقای معاون وزیر بهداشت میگه در خبرگزاری مهر، 85% جمعیتی که کرونا میگیرن اصلا نشانهای کرونا رو ندارن، میگیرن خوب میشن. خب به همین خاطر مثلا بریتانیا میدونه که چون درمانی نداره برای این کرونا هم به صورت گسترده، من نمیدونم به صورت محدود دارن برای عزیزان خودشون یا نه، اما به صورت گسترده و رسمی درمانی نداره. شما به قول قدیمی ها میگفتن خدا دادی باشی میمانی، خدا شما رو برگردونه پیش خودش، برمیگردونه پیش خودش، شما میمیری. پس اینایی که تحت نام پزشکی و افاضات احمقانه میکنند، پزشکی تو هیچ غلطی نمیکنه. همین بریتانیا خانم فریده مصاحبه کرده با بی بی سی، داره میگه که من احساس کردم کرونا دارم، بچه‌ام فرستادم پرو یکی دیگه، زنگ زدم شماره 111، 1 روز و نیم تحت گفتار درمانی تلفنی و مراقبت تلفنی 111 بودم. بعد از 1 روز و نیم برای من آمبولانس فرستادن، آمبولانس درشو باز نکردن، با این ماسک و لباس سفید نیومدن تو خیابون، خودم رفتم در آمبولانس باز کردم، رفتم تو نشستم، بی بی سی پخش کرده، برید گوش کنید. اونجا که رفتم به من یه ماسک دادن، گفتم ماسکو تو صورتت بذار. رفتم بیمارستان، من از تو توالت بردن توی اتاق دیگه، از در پشت بیمارستان بردن. اونجا نشستم، چند باری پزشکا آمدن آزمایش کردن و گفتم کرونا داری، حالا برو تو خونه خودتو قرنطینه کن. اینم پزشکی بریتانیا، NHS بریتانیا، National Health Care بریتانیا. گفت چیکار کنم خانم؟ باریکلا، آفرین، شما کرونا داری. خب چیکار کنم؟ حالا برو خونه بشین، زنگ بزن به مامانت، آب لیمو عسل بخور، سیر بنداز پایین، حالت خوب میشه. خب اگر روند اینه، اگر داستان اینه، این انتریات بازی چیه؟ دارن در میارن تحت نام جنگیدن با کرونا، اون برزو با کرونا. ببینید در ایتالیا میگن قرنطینه شد، کشور قرنطینه شد، یعنی رفت و آمد به کشور نبایستی بشه. چرا؟ چون ایتالیا آلوده است. حالا شما برید عکسایی که بی بی سی گذاشته رو نگاه کنید. شما نگفتن مردم تو خیابون نیان، مردم میرن تو خیابون، میرن فروشگاه ها خط کشی شده، شما باید حفظ فاصله بکنی. شما میری غذایی میخری، با نفر بعدی بایستی 1 متر فاصله داشته باشی، خط کشی کردن برای تو. من کاری اصلا به قرنطینه‌اش ندارم، من دارم مقایسه میکنم ها. همین چیزی که شما دوست دارید، این ترهاتی که دوست دارید، خیلی دوست دارید این چیزا رو. حالا در سرزمینی که تمام مردمش در شهرهاش کرونا شیوع پیدا کرده، همه گرفتن، از پاییز هم گرفتن، یه دور تمام ایرانی ها کرونا گرفتن، خیلی اصلا نفهمیدن، نشاناش بروز نداده، خیلی به صورت خفیف بود و خوب شدن. این درصد کشته‌ای هم که میگیرم چی وحشتناک نیست. شما روزانه در شهر 2 میلیونی کرمانشاه به طور متوسط باید 200 تا مرده داشته باشی، به طور متوسط. اتفاقی نیفتاده باشه، بس به مرگ طبیعی مرده باشه. حالا چی شلوغش کردین؟ ببین داستان اصلا این نیست. چرا آقای باقری میاد ناگهان میگه که من از فردا دیگه نمیذارم کسی بیاد در اماکن و در شهرها حضور پیدا بکنه؟ ببین فعالین جامعه مدنی تحت نام دفاع نهادهای مردمی از جان مردم، ببینید شما 41 سال دست جمعی ازتون میکشن، صداتون در نمیاد، بهتون تجاوز میکنن باباتون، صداتون در نمیاد. کرونای کثیفی از جمهوری اسلامی کثیفتر به جونتون افتاده، نه ازش خودتون رو در قرنطینه حفظ میکنید، نه اینه که کارت بسیج نگیرید. همتون بسیجی هستید، همتون کارت بسیج دارید، همتون دارید، خودتون هم میدونید. شما از این آفت کثیف جمهوری اسلامی خودتون رو قرنطینه نکردید، در بهترین حالت در میرید از کشور،
یک گله میایید اروپا و آمریکا، همه هم مسیحی تو این کلیساها. بشینیم یه کمی صادق بشیم با هم. حالا تو این کشوری که کرونا شیوع پیدا کرده، تو واسه چی تهران رو میای قرنطینه میکنی؟ تو چرا میای اعلام میکنی میگه تا 3 هفته دیگه 40% مردم تهران دچار کرونا میشن؟ تو چرا میای مثلا دهات رو میدی دست مردم خودشون قرنطینه کنن؟ تو چرا ارتباط شهرها رو با هم قطع میکنی؟ هدفت چیه از این؟ تمام کشور درش کرونا شیوع پیدا کرده. مردم همه بایستی کرونا بگیرن تا این اپیدمی کارش تموم بشه. آش خالص بخورین پاتونه، نخورین پاتونه. حالا این انتریات و نمایش هایی که میدن این کشورهای اروپایی برای چیه؟ من داستان فریده و انگلیس رو برای چی براتون گفتم؟ اوکی. اگر این کرونا اینقدر شیوعش خطرناکه، دولت بریتانیا عین این چین و ایران و این ایتالیا یه مشت ماسک سفید میریخت وسط خیابونا، همچین اتفاقی نیفتاده. خانم فریده هم اینو نمیگه، میگه حتی پیاده نمیشن، لباس مخصوص تنشونه، پیاده نمیشه مردم ببینن. منم از در پشتی بیمارستان میبرن، چون تو درمانی براش نداری. کشته هم که میگیره از افراد مسنه، اونم نه همشون، اونم 102 103. حالا تو هزاران مریضی دیگه ای داری، تو سالهاست نقرس گرفتی، تو سالهاست مشکل سوء تغذیه داری تحت جمهوری اسلامی، تو سالهاست سیستم ایمنی بدنت به واسطه بحرانهای مختلف زندگی تحت سلطه دولت ایرانی نابودی و سیستم ایمنیت کاملا ضعیفه، از بین میری. حالا چی شده اینقدر شماها دلسوز هم دیگه شدید؟ چه اتفاقی افتاده؟ کی شماها رو میفرسته تو خونه هاتون؟ ببینید این تابلو چین باعث این ترس رو ایجاد میکرد تا شماها این ترس شیک رو دوست داشته باشید که آقای خامنه ای بتونه نیاتش رو انجام بده. این آقای خامنه ای این پارلمان آبکی هم تعطیل کرد، این بودجهش هم تصویب کرد، قرارگاه کرونا درست کرد. هر کسی هم حرف زیادی بزنه به نام کرونا میبرنش، خوب میکشنش، بعد یه مشتم آهک میریزن رو جنازش، کلن حل بشه، نابود بشه، بره بیکارش. یه مشتم سپاهی های دونپایی اون پایین پایینی رو میکشن به خاطری که دونه درشتا این بالا رو خواستن بکشن. حرجی نباشه دیگه، اونا رو کشتن. ببین کرونا سردار شعبانی میکشه، آیت الله خسرو شاهی میکشه دیگه، حالا مثلا مکارم شیرازی زپرتی فلان سردار دیگه سپاه فلان فرد انحصار طلب مرد دیگه. اتفاقی نمیفته که. سوال ما اینه، شما چرا مردم رو اصرار دارید تو خونه ها نگهداری کنید؟ همین ایتالیا اصراری نداره مردم تو خونه ها نگهداری کنید، عجله‌ای هم نداره، خط کشی کرده فاصله ها رو رعایت کنید. تو واسه چی میخوای تهران رو تعطیل کنی؟ تو واسه چی میخوای شهرستان‌های مختلف رو بیاری و نیروهای نظامیت رو بریزی توش با همکاری فعالین جامعه مدنی و حرکات خودجوش مردمی و همه رو تو خونه حبس کنی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اگر منظور شیوع و کشته نگرفتنه که آدم در یک محیط بسته خانگی که بدتر میمیره، که تمام افراد خانواده هم که آلوده میکنه، که دارو درمانی هم نداری که بدی به طرف. که چی دارید میگید شماها؟ دارید با علی خامنه ای همکاری میکنید؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ببینید سایت زومیت مطلبی گذاشته، من براتون بخونم. اپلیکیشن وزارت بهداشت برای ویروس کرونا ظاهراً فراتر از نیازش اطلاعات کاربر را جمع آوری می‌کند.
بررسی‌های سامانه هوشمند مبارزه با تهدیدات موبایل اواسط نشان می‌دهد اپلیکیشن وزارت بهداشت اطلاعاتی فراتر از آنچه نیاز است جمع‌آوری کرده و برای توسعه دهنده ارسال می‌کند. چند روز پیش اپلیکیشن وزارت بهداشت که به نام سامانه مقابله با کرونا AC19 و با هدف کمک به تشخیص علائم کرونا منتشر شده بود از روی گوگل پلی پاک شد. ZDNet دلیل این موضوع را ادعاهای گمراه کننده عنوان کرده بود، زیرا عفونت کووید 19 چیزی نیست که تشخیص آن از طریق اپلیکیشن امکان پذیر باشد. ZDNet همچنین نوشته بود که این اپلیکیشن همچنان از طریق وب در دسترس است. حال اواسط در جدیدترین پست خود میگوید که این اپلیکیشن اطلاعاتی فراتر از آنچه نیاز است جمع‌آوری کرده و برای توسعه دهنده ارسال می‌کند. نیکولاس کریسایدوس میگوید از سامانه هوشمند مبارزه با تهدیدات موبایل اواسط برای شناسایی عملکرد این برنامه و تحلیل اطلاعاتی که اپلیکیشن دریافت می‌کند و به سرور توسعه دهنده می‌فرستد استفاده شده است. بعد از بررسی‌های مشخص شده که این اپلیکیشن اطلاعاتی فراتر از نیازها را جمع‌آوری می‌کند. اپلیکیشن در ابتدا از کاربران می‌خواهد با شماره تلفن همراه خود ثبت نام کنند. سپس اپلیکیشن اجازه دسترسی به موقعیت دقیق کاربر را می‌خواهد که منطقی به نظر می‌رسد، زیرا اگر کاربر به ویروس آلوده شده باشد اپلیکیشن می‌تواند نزدیکترین بیمارستان به کاربر را به او پیشنهاد کند. ببینید این اصلا منطقی نیست، چون شما هیچ دلیلی نداره بری اپلیکیشن نصب بکنی، بفهمی توسط این اپلیکیشن مریضی، بعد بهت بگه بری کدوم بیمارستان. اکثر شهرهای ایران یه بیمارستان بیشتر نداره، به استثنای کلان شهرها که امکان داره 3-4 تا بیمارستان داشته باشه، یا تهرانی که امکان داره 10 بیمارستان داشته باشه. و شما شهرستانهای کوچیکی مثل چه می‌دونم نتنز و کازرون و ایزه و دهلوران و سرپز و یه بیمارستان داره. طرف که احساس بکنه میره دکتر، میره بیمارستان، احتیاجی به اپلیکیشن نداره. با این حال اپلیکیشن هیچ اجازه دسترسی به اکتیویتی ریکگنیشن را نیز میخواهد که نشان میدهد کاربر در حال نشستن، راه رفتن یا دویدن است. این دسترسی معمولاً در اپلیکیشن های تناسب اندام برای ردیابی فعالیت های ورزشی استفاده می شود. کریسایدوس همچنین میگوید سرنخ‌های موجود در کدهای اپلیکیشن نشان میدهد که این اپلیکیشن توسط همان گروه توسعه دهنده‌ای ساخته شده است که پیش از این اپلیکیشن های پیام رسان تلگرام طلایی تلگرام و هاتگرام را ساخته بودند که هر دوی این اپلیکیشن ها سال گذشته از پلی استور گوگل پاک شدند. و همچنین میگوید این دو اپلیکیشن به عنوان جایگزینی برای پیام رسان تلگرام ساخته شده بودند که رمزگذاری قوی دارد و فیلتر شده است. به گفته کریسایدوس اپلیکیشن سامانه مقابله با کرونا علاوه بر موقعیت کاربر، اطلاعات وارد شده توسط کاربر از جمله شماره موبایل، جنسیت، اسم، قد، وزن او را برای توسعه دهنده ارسال می‌کند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر با انتشار تصویر بالا اعلام کرده بود بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها 3 مرکز مهم پخش کرونا در ایران هستند. و همچنین گفته بود این اطلاعات از داده کاوی اطلاعات 3 میلیون نفر از مشارکت کنندگان در اپلیکیشن AC19 نقشه میزان خطر احتمال ابتلا به کرونا در مناطق تهران به دست آمده. ای سپاه پاسداران، اپلیکیشن AC19 براتون درست میکنه تحت نام کرونا. تو هم میری تمام معلومات خودتو بهش میدی، آدرست، لوکیشنت، حالتی که داری، نشستی، راه میری، نفس میکشی، جست و خیز میکنی، میدوی، تمام اطلاعات ریز تو رو داره. چقدر سالمی؟
چقدر خوبی، چقدر بدی. حالا این الان چی میخواد؟ میخواد تشخیص بده تو کرونا داری، تو نمیری. تو 41 سال زیر دست جمهوری اسلامی هنوز نفهمیدی که جمهوری اسلامی برای تو ارزش قائل نیست. تو یعنی واقعا نمیفهمی که جمهوری اسلامی کشتار دست جمعی سال 67 میکنه. آبان ماه گذشته رو از مردم کرد، جان مردم براش مهمه. طبق آمار رسمی خودشون 1/4 کشته‌های آبان ماه نگرفته کرونا. یعنی جمهوری اسلامی میخواد شما سالم باشی، اتفاقی نیفته. بحران مدیریت در کشور. شما چرا داستان رو اشتباه میفهمید؟ مگه اینا دزد نیستن؟ مگه اینا آدم کش نیستن؟ مگه اینا جنایتکار نیستن؟ مگه اینا قاضی صلواتی ندارن؟ قاضی مرتضوی یادتونه که هریزک؟ چطوری اینا شما یهو پی بردید که اینها همچی دلسوز هم هستن، ولی خب نهاد تصمیم گیری نیست. رهبر تو بیا تصمیم بگیر، قرارگاه کرونا بذار. قرارگاه کرونا شاخه‌های مختلف الان پیدا کرده. ظرف 24 ساعت آینده هم شما جرأت داری بیا بیرون تو خیابون. اینطوری میگه شما هم که خیلی ملت قهرمانی هستید دیگه، حتما تو خیابون هم میگه. نه، شما تو خونه میشینید، آدمای خوبی هستید، قانونمندید و به سخنان رهبر گوش میدید. ببینید، داستان اینه که این مردم بفهمند تغییراتی که بعد از کرونا میخواد صورت بگیره چه اتفاقی میفته. حالا اینا خوب میشه. ببینید، اگر تو فکر میکنی تجربه مالکیت میکنی، یعنی اگر مستاجری صاحب خونه میشی، صاحب ماشین میشی، صاحب یک سری مستقلات میشی، شما این تجربه رو هیچ وقت نمیکنی. بدتر هم میشه. تا هرچه هم پیشرفت بکنه حق مالکیت از شما سلب میشه. تو فکر میکنی که رشد اقتصادی پیدا خواهد کرد. زی خیال باطل، این امکان نداره. هر کسی دیگری و هر سیستم دیگری تعریف بکنه، طبقه الیت، راندخور، انحصار طلب در سر جای خودشون میمونن. قدرت در دست اونهاست. پسمانده های هیچ سفره‌ای به شما ها نمیرسه. اگه تو فکر میکنی با خیال خام خودت نظرت استثوابی نباشه، به جای اصغر آقا دکتر فلانی، حالا یه خانم مکش مرگمای میلوشوپیه خیلی شیک رولوشن سکسی بیاد بشه نماینده تو، دزدی نمیکنه، توسعه اقتصادی پیدا میکنی، کار میکنی، نون داری بخوری. شما واقعا اینطوری فکر میکنی؟ کی اینا رو به شما هم میگه؟ یعنی اگر کشوری قصد بکنه صنعتی بشه کاری داره، پرورش دادن نیروهای متخصصی کاری داره. یعنی ما تو طول این تاریخ آهنگر نداشتیم، نجار نداشتیم، کوزه‌گر نداشتیم که دانشگاه نره و کوزه‌گری بکنه و نجار باشه و کالا تولید بکنه. حالا کمی پیچیده ترش کنی با دستگاه‌های تراشکاری و ریخته‌گری و چیپ‌های الکترونیکی. کاری داره صنعتی شدن. چرا تو صنعتی نمیشی؟ چون تو نبایستی صنعتی بشی. قرار نیست بشی. نه الان، هیچ وقت دیگه. شما چرا فکر میکنی این نظامی که براتون داره سلطه میکنه شما رو به کامیابی و سعادت خواهد رساند و تو نقش بازی میکنی در جامعه؟ تو هیچی نیستی تو اون جامعه. فردای دیگر تو این قانونی که میخوایی سوار کنی تحت نام دموکراسی سکولار امپراتوری ایران، هرچی که میخوای درست کنی، اینجا تو هیچ قدرتی نداری، هیچ مقاومتی نمیتونی بکنی. تو برعکس زدی، تمام پیوندهای اجتماعی خودت رو از بین بردی. تمام قدرتی که به عنوان یک انسان میتونی داشته باشی از
روابط انسانی، از پیوندهای اجتماعی، همه رو از دست دادی. خودتی و خودت امرو بمیری ببرنت با کرونا بندازنت تو قبر، کسی نمیاد فاتحه برات میخونه، نه 4 تا آدم داری تو مراسم تشییع جنازه شما شرکت بکنه و نمیکنه. نابودی یعنی این. تو به اینجا که رسیدی دوست عزیز، هیچ کاری از عهدت بر نمیاد، هیچ واکنشی از خودت نمیتونی نشون بدی، صاحب هیچ چیزی نمیتونی بشی، زن، بچه، شوهر، ثروت، خونه، مغازه، شهرت، نمیتونی، به هیچی نمیرسی. بعد تو چرا توهم وجودت رو فرا میگیره؟ داری با کارهای علی خامنه ای همکاری میکنی، اما اون دسته‌ای که در حاکمیت هستن، یادتونه سال 57 همتون یه مشت دهاتی بودید؟ یادتونه یه مشت آسیب دیده حاشیه نشین بودید؟ بعد رفتید شدید کمیته‌ای و بسیجی و حزب اللهی، یه 2-3 ماهی جبهه رفتید و برگشتید، اسماتون عوض شد، از اصغرعلی تبدیل شدید به محمد علی، از سبزعلی تبدیل شدید به محسن. یادتونه در مقابل خیلی ها ایستادید، خیلی اجحافا کردید، خیلی خونه ها ریختید، خیلی دوغ ها و تقیه ها کردید، گفتید این قاعده قدرته، این بازی قدرت، قاعدش همینه. شما گفتید نه، راند خوردید، گردن کلفت شدید، خون مکیدید، جنایت کردید. همین بازی قدرت اقتضای ادامه پیدا کردنش اینه بعضی از شما حذف بشن. مثل این فیلم های مافیایی هست، مثل گادفادر 3 بود که طرف وقتی رفت اون پیرمرد ایتالیایی رو ببینه، آقای آلپاچینو، در زمانی که تحت کنترل پلیس بود، بهش یه اسلحه داد، بهش گفت خودت میدونی باستی چی کار کنی، خودکشی کرد. علی خامنه‌ای برای جانشینش و برای فاز 3 دولت ایرانی بابا آمریکا بهش دستور داده و پشتشه یک قسمت از شما بایستی حذف بشید، حذف میشید. ما قبلا فکر میکردیم که شما خلع میشید، یه کتکایی میخورید، یه مدت زندان میرید، یه عده‌ایتون مدیران دست دوم، دست سوم، اونایی که میخوان خیلی مزاحمت ایجاد بکنن، چهرهای خیلی منفوری که دیگه خیلی منفورن، مثل این شعبانی مثلا، اینا رو اینطوری باشون برخورد میکنن. داستان کرونا که آمد قضیه رو خیلی ساده تر کرد. ببینید، خاطرتون از انقلاب 57 تصفیه کردن آقای خلخالی چیکار کرد؟ کم بود. خمینی آمد گفت ما کم کشتیم، که منتهی شد به دهه 60 و اوجش تابستان 67، دستگیری های گسترده، اعدام های گسترده که اینها کردن و ادامه دادن. این بار این کروناست که میکشه. قشنگ 50-60 هزار نفر آدم رو بکش، هیچ کی بهت نمیگه جنایت جنگی کردی، هیچ کسی ازت انتقاد نمیکنه. ببین هیچ رسانه فارسی زبان BBC و وایس آف آمریکا و یه ایرانی مخالف تو نمیبینی بیاد بگه این چه طرز قرنطینه کردنه. برای چی این کارا رو میخوای بکنی؟ چرا میخوای به زور مردم بکنی تو خونه هاشون؟ مگه آدم ها رو تو قفس میکنی تو؟ کسی این انتقاد نمیکنه. نه، علی خامنه ای امر استثنایی فرمان داده میخواد کنترل کنه، هیچ کسی جیکش در نمیاد. خب حالا 50,000 نفر آدم هم بمیرن به نام کرونا، کی بهش میگه جنایت جنگی؟
تو طرفدار خشونت نیستی دیگه، جدا مده طرفدار خشونت نیستی و دوست نداری و از اعدامم بدت میاد، تو آشتی ملی هم میخواد بشه و آخی نظام قبل آینده باید چیکار کنه؟ از همین حالا اونایی که احساس میکنه بایستی نابود بکنه نابود میکنه. دیدی این آقای باقری میگه که میبریمت مشکوک نبودی آزادت میکنیم، قشنگ میان در خونهت میبرنت، ما موارد استثنایی میبریم میفهمیم. این اپلیکیشن هایی که بهتون دادن رفتی معلومات دادی همه رو دارن، بعد میان سراغت میگن ببین تو کرونا داری، خیلی کثیفی، کرونا داری شیوع میدی کرونا رو، مردم میترسن و مردم سوت و کف میزنن. همون مردمی یادتونه میومدن از سگ‌های شیراز حمایت میکردن، یادتونه؟ هم مردم یادتونه گربه بازی میکردن، یادتونه اون فعالین محیط زیست غزال چشم تنگ ایرانی یوزهای ایرانی را حفظ بکنید، یادتونه؟ همون هم میان سوت و کف میزنن برای دولت، میگن بکشیم پدر سوخته کرونایی رو. چرا نمیکشی؟ کانال تلگرامی حزب دموکرات کردستان ایران منتسب به حزب دموکرات، این کانال تلگرامی از اون کانال های وابسته به سپاه پاسداران که به حزب دموکرات در یدش هست، به حزب دموکرات دارن به اسم نیشتمانی جوان، سرزمین زیبا. حالا یکی رو یک مصاحبه داره از بازاری در هولیر، یعنی کردستان عراق. طرف میگه نه همش شایعه است آقا، چرا دکانا رو تعطیل کنیم، دروغ مریضی موجود نیست. اینجا تایتل براش گذاشته همچین آدمی رو بایستی با گلوله کشت، آدم اینجوری نفهم رو بایستی با هفتیر بزنی کلش، نیمی از یک شهر رو خراب میکنن. کسی نیست بگه پفیوز حزب دموکرات، تو اگه خیلی مردی برو با هفتیرت کله علی خامنه ای رو برباد بده که تمام مملکت رو برباد داد. تو چی کاره ای که میخوای کاسبی که داره نظرش رو میگه میخوای با هفتیر کلش رو برباد بدی؟ تو کی هستی؟ آیا حزب دموکرات تو کی داره به دستور میده؟ تو چرا یک کردی رو که باور نداره این مریض بازی و کرونا بازی شما رو میخوای کلش رو با گلوله منفجر کنی؟ چرا میخوای کار بکن؟ تو کله ترکونی، کله علی خامنه ای، کله سردار باقری، پدر سوخته یک عمر این مملکت رو دارن تاراج میکنن و جنایت میکنن، انسانها رو نابود میکنن. تا اگه این کاره بودی برو این کار رو بکن. خیلی این فوبیا رو چرا راه انداختن؟ به خاطر که علی خامنه ای نیات خودش رو انجام بده. ببینید آقای سپاهی، آقای امنیتی اطلاعاتی، آقای راندخار، آقای انحصاری، یکی از اون کرونایی ها تویی، باور کن. میدونم نمیتونی باور کنی این خواب و رؤیای زیبات رو از دست بدی، بالاخره یه سرداری بودی، یه مش جنایت کردی، خیلی برای اینها جنایت کردی، خیلی کلاهبردار بودی، خیلی پدر سوخته‌ای، خیلی جات خوبه. نه دیگه، اکسپایر شدی، تو باید بمیری. یادتون میاد وقتی قاسملو گفتید اکسپایر شده، حالا برای حفظ دموکرات بایستی قاسملو رو کشت. برای حفظ نظام که اوجب واجبات یعنی سیستم، شما هم باید قربانی بشید. شما اصلا خودتون باید بیایید مثل اون یارو هر چی بگید که من کرونایی شدم. خودت باید بگی کرونایی شدم، خودم هم میخوام بمیرم. داستان اینه. پس آنچه ما داشتیم میگفتیم الان نمونه ازش رو از ایتالیا براتون پخش میکنیم.
متاسفانه قابل انتقال نیست که من بتونم همزمان اونجا بذارم. ببینید عکسایی که BBC از ایتالیا گذاشته، از شرایطی که بهش میگن قرنطینه در ایتالیا رو برید ببینید، فاصله هایی که گذاشتن و کسی جلو کسی رو نمیگیره بره خرید کنه، رستورانش رو باز کنه، کاسبی بکنه، کار بکنه. مردم میخوان بیان بیرون میان بیرون، نخوان نیان بیرون نمیان بیرون. این اون چیزیه که بایستی صورت بگیره. تو به زور مردم رو میخوای خونه بفرستی، بعد بری همه رو بگیری، بعد هر کی مشکوک نیست آزاد بکنی. خیلی مشکوکه داستانت، خیلی مشکوکه. این سردار سپاه از اون ردیفای پایین یواشش دارن میمیرن و ببینیم که رهبر و خانواده‌اش نفله میشن، مجتبی و رهبر و خودتون و این سردار باقری و اون سلامی و شما کی نفله میشید. اگه شدید خب میگیم حال دیگه کرونا داره بدجوری میکشه. همین خاطر اینها قابل پرسش بود. شما از خودتون بایستی میپرسیدید که در کشوری که شیوع پیدا کرده این مریضی و ماهاست همه دارن و آقای ببخشید عذر میخوام متاسفانه من لینک رو گمش کردم اینجا. بله آقای معاون وزیر بهداشت، خبرگزاری مهر. آقای معاون وزیر بهداشت میگه که قدری دیر متوجه ورود کرونا شدیم. معاون وزیر بهداشت گفت قدری دیر متوجه ورود کرونا به کشور شدیم چون این ویروس را با آنفولانزا اشتباه گرفتیم. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملکزاده در برنامه دستخط افزود 85% افرادی که مبتلا به کرونا میشوند اصلا متوجه نمیشوند و بهبود مییابند. و ادامه داد زمانی از این ویروس خلاص میشویم که 55 تا 70% مردم این ویروس را بگیرن، چون دائما در کشورمان تجمع و مهمانی داریم. ملکزاده گفت وزارت بهداشت به طور جدی درخواست بستن مرزهای هوایی با چین را داشت، اما در دولت جدی گرفته نشد. به افزود قدری دیر متوجه ورود کرونا به ایران شدیم چون آن را با آنفولانزا اشتباه گرفته بودیم و خود چین هم دیر متوجه شیوع شده بود. این خبرگزاری مهر از قول آقای ملکزاده، رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت میگه. خب ما ابتدای همین داستان گفتیم که معلوم نیست این کرونا از ایران به چین رفته یا از چین به ایران آمده و بعد گفتیم یک موج به نام آنفولانزای کربلایی در بین مردم شایع بود که آدم ها رو میکشت، خیلی بدتر از سالهای قبل میکشت و این همون کرونا بود که از ایران رفته به چین. حالا چرا شما میایید بگید ما قدری دیر فهمیدیم این آنفولانزا بود؟ این چه؟ این که تمام ایران کرونا گرفته. شما از پاییز این کرونا در مردم چرخیده. خودتا میگه 85% چون هیچ نشانه‌ای بروز نمیدن خوب میشن. همه گرفتن، ولی تو چرا آمدی گفتی در قم این اتفاق افتاده؟ قم چه ارتباط مستقیمی با چین داره؟ قم تهرانه، مرکز تجاریه، توریستیه که مستقیم از چین یا رو خفاش خوره بیاد اونجا به جه از رو هندوستان بیاد در قم. جالبه به هندوستان یه ویروس کرونا نداره، 1 میلیارد خورده جمعیت.
بنگلادش نداره، پاکستان نداره. عجیبه. مراکش کنار دست ایتالیا نداره. کشور توریستی شمال آفریقا. ترکیه کنار دست ما نداره. استانبول، هر ننه قنبری که از هوا میخواد پرواز کنه تو استانبول یه فرود داره. خنده داره نه؟ شما با این مقوله کرونا سیاسی دارید چی کار میکنید تو ایران؟ چه کارش دارید؟ اگر تمام دنیا گرفتن، شیوعش در همه جای دنیا هست، اما کشتهاش مثل کشتهای معمولیه، شما احساس میکنید بالاخره شهر میلان روزی 2000 نفر میمیره؟ حالا 2000 نفر نه 500 نفر میمیره. حالا چرا شلوغش میکنید؟ یه جاهای شلوغش میکنید. تو ایران که کلن بازی سیاسیه و پروژه های مختلفی رو داره تعقیب میکنه. این آهک بازی و هر کی کرونایی باشه میکشیمش و این اپلیکیشن ها اطلاعات خودتون رو بدید و حرکت میکنی، میشینی راه میری، سرعت چند کیلومتر در ساعت میدوی. اینا رو برای چی میخواید شما؟ تو برای چی میخواید ظرف 24 ساعت قرارگاه کرونا تمام شهر رو خالی بکنی؟ شهر رو خالی میکنی. چطور شهر رو خالی میکنی؟ راستی گفته شهر رو خالی میکنی یعنی چه؟ این سکنه رو جابجا میکنی؟ تردد در شهرها رو میبند. این شهرها رو خالی میکنی یعنی چه؟ این اراجیفی که میگید یعنی چه؟ حالا تو بوق کرنا بکنید، بی بی سی برات دکتر میاره، فعال جامعه مدنی میاره، سیاسی میاره، اپوزیسیون میاره، مشتی پدر سوخته کلاهبردار میاره، همه میگید برید تو خونه هاتون، خواهش میکنیم برید تو خونه هاتون. مردی که آب از سر گذشته، خیلی وقت از سر گذشته. تو برای کی داری مردم رو میفرستی تو خونه؟ همه گرفتن اینو. حتی هدفت چیه؟ برای چی میخوای مردم رو بفرستی تو خونه؟ چرا فردا تو پشت این سردار باقری وای میسی به عنوان هلال احمر و فعالین جامعه مدنی و NGO مردم هر کی نره تو خونه میکشی؟ با هر کسی هم که قرار در بیفتی میری میگی تو کرونایی بودی، بیا بیرون، پدر سوخته با خود تو خونه عادت. یعنی چی؟ اینا شما چطور تعبیر میکنید اینها رو؟ چه معنی میده؟ خب برید از این کیتای کرونا بخرید، این 70 میلیون 80 میلیون آزمایش بکنید، بفهمید کیا کرونا دارن، ناقل کرونان به صورت خفیف نمیفهمنم. چرا این کاری نمیکنید؟ شما هر کسی از پروازهاتون به کشورهای اروپایی آمریکایی اومد کرونا داشت، یعنی تمام ایران کرونا گرفته داره، بدون استثنا همه داشتن. شما هر جای کشورت یه مسافر ایرانی داشت، مسافر ایرانی کرونا داشت. تا حالا هیچ کدوم از این کرونایی های ایرانی نمردن در این کشورهای اروپایی، نه تو انگلستانش، نه تو کاناداش، نه تو سوئدش، نمردن. این فوبیایی رو که دارید درست میکنید برای چیه؟ برای پروژه‌تونه؟ حاکمیت آینده. ببینید مثلا تحت نام این که ما یک سونامی از کرونا برامون اومده، خیلی از مشاغل کشورمون، اقتصادمون از دست رفته، دست فروش ها، خرد و فروش ها، نداشتن زیرساخت اقتصادی خوب، اوضاع خیلی خرابه. حالا یه رفرم میخوایم سردار و کرونایی بیاد درست کنه، اینا مجتبی بیاد دروازه‌های کشور رو باز بکنه که بشه تجارت کرد با دنیا، با آمریکا یه گوشه‌ای کنار بیاد. همچین اتفاقی برای مردم نمیفته. مردم نمیفته. از همین سرداران سپاه به جان هم میفتن. داستان قرارگاه کرونا خیلی افتضاح تر از اونیه که شما فکر میکنید. بخشی از این نیروهای سپاهی و انحصار طلب و رانتخوار و گردن کلفت و پولداری کردن هستند و خیلی داره بهشون خوش میگذره. خیلی خودشون از علی خامنه ای محق‌تر میدونن به زمامتداری امور این کشور. لذا افسار دست خامنه ای و ملیجک دستش انتر باقری نمیدن و سلامی. شما نگاه
موجودیت اینها بکنید، بی وجودی از وجود سلامی و باقری و اونهایی که خیلی رهبر دوستشون داره میباره. یه مشت نوکران خالص درگاه ذوب در علی خامنه ای، همینا که الان افتادن به رفیق کشی چون ضرورت و قدرت اینه، همینا هم دچار کلش میشن در داخل هم. بایستی بشن، بایستی این پولی جنمی هم داشته باشه، تکونی به اینا بده، این خون و اینها تکونی به اینها بده که اینها بیفتن به جون هم دیگه رو قلقم کنن. و یعنی داررسی خامنه ای ما بقیه رو کرونایی کردن و میکشند تا مردم هم برای همتربازی بیان تو خیابان و قره کمر و الحمدلله کرونا تموم شد. این اون ماجراییه که ما میبایستی به صورت ذره‌بینی اتفاقات رو دنبال بکنیم و مجال ندیم به اینکه دولت ایرانی، علی خامنه ای، سپاه پاسدارانش، ارباب بزرگش، ایالات متحده آمریکا بتونن گول سر ماها بمالن، بتونن با فراق بال از این مرحله گذر بکنن، بتونن تغییر چهره بدن. ما نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته. شما بچرخ، از اون ور با سپاهیای رفیق درگیری، از این ور مردم رو فکر میکنی 2 هفته جمع میکنی، داستان رو 2 هفته وعده دادی به مردم، میگه حالا 2 هفته دیگه هم کشش میارم، میگم 1 ماه، حالا 1 ماه این مردم هم بردی تو خونه. مردم حوصله‌شون سر میره، گشنه میشن، تشنه میشن، امکانات ندارن، بی پولی از کرونا بدتره. مردم 41 سال بی پول و فقیر و هیچ ندار و بی حقوق و اینا. حالا بیشترم فشار بیشتر میشه. حالا ببینم بعد ما چی کار میکنیم. آقای خامنه ای، تو و ارباب آمریکا خیلی فکر میکنید بچه زرنگید با اون سردار باقری و انترای دور و برت، اما این قانون کثیفی و این بازی کثیفی که تو داری میکنی قاعدش اینه از دستت خارج میشه. الان تضاد منافعه. تو داری یه عده رو از اونایی که تو رو علی خامنه ای کردن پاک میکنی به نام کرونا، از دار و دسته روحانی گرفته تا یه مشت سپاهی های و نظامی هایی که خیلی برای تو ترخورد نمی کنن، یه انا رجولیان، یه سهمی میخوان، یه گردن کشی میکنن، تو میخوای اونا رو نفله کنی. تو کسایی رو میخوای که نوکر آقا مجتبی باشن، غیر نوکر آقا مجتبی نابودشون میکنی، کروناییشون میکنی، همین یقته میگیرن. حالا وایسا این ستاد کرونا یه جایش درس پیدا میکنه. 2 تا سردار سپاه مرد، 3 تا سردار سپاه مرد، جنازه 4می رو 4 تا سپاهی بیرون میکشن ببینن کرونایی بود یا کرونایی نبود. کروناییش کرده بودید، چطوری شد که مرد، چطوری نشد که مرد. داستان اینه. بعد از اونم حالا منتظر مردمی باش. شما یه سناریو دیگه تو آستینت داری. زندانی هایی که آزاد کردی بیش از 70,000 نفر به عنوان برهم زنندگان امنیت اجتماعی مردم به خیابان ها بفرستی برای تاراج زندگی مردم، مورد حمله قرار دادن انسان ها، تجاوز و تعرض به نوامیس مردم و دارایی های مردم. تو این کار میکنی. این کار مردم نیست. ما گفتیم، از همین حالا گفتیم تو این کار رو کردی، نقشا رو ریختی که این اتفاقات بیفته. وگرنه تو علی خامنه ای، تو سپاه پاسداران، اعدام های ملأ عامد از یاد ما نرفته، شلاق های ملأ عامد از یادمون نرفته، کنترل های شدیدی که بر اون جامعه میذاشتی از یادمون نرفته. تو برای جان آدمی پشیزی ارزش قائل نیستی. 70,000 زندانی هم تو زندان بمیرن، چه اتفاقی میفته؟ زندان ها پاک میشن، راحت میشی. 70 دیگه میفرستی. تو هیچ کدوم از اینا رو بی برنامه آزاد نکردی
و ما شاهد خواهیم بود در همین روزایی که این ستاد کرونا دچار یه سری مشکلات میشه، کلاش بین نیروهای نظامی، امنیتی و عقیدتی بالا میگیره، شما هی حذف میکنی، دستگیر میکنی، حذف میکنی، دستگیر میکنی، اون وقت این اراذل و اوباش و حکومتی تا میفرستی تو خیابون ها. اگر مردم بریزن تو خیابون ها، اگر اونایی که بچه های انقلابی هستند، بچه های فقرم هستند، بریزن در خیابان ها، فروشگاه مردم رو تاراج نمی کنن، کلانتری های تو رو فتح میکنن، مأموران امنیتی تو میکشن، بازوان و قدرت تو میزنن، بانک ها تو تخلیه میکنن، این کار میکنن، پادگان ها تو به محاصره در میارن، نیروهای نظامی رو از پا در میارن، این کار میکنن. نمیرن فروشگاه اصغر آقا رو تاراج میکنن، نمیرن خونه آقا علی رو آتیش بزنن، از این کارا نمیکنن. به نوامیس همدیگه هم تجاوز نمیکنن. مردم این کارو نمیکنن. هر کی این کارو میکنه عامل خودت میفرستی وسط تا این فضا رو یه جوری بسازی که به این نیاتت برسی. تو کارتو بکن، ما هم کارمون رو میکنیم. تو بکش از این سپاهیای رفیق تو، در دسته روحانی و هر کسی که ادعای یه قدرتی داره، اینا رو بکش. تو کار خودتو بکن، ما کار خودمون میکنیم. تو ادامه بده تا ببینم که تموم میشید. بالاخره 4 تا آدم هم پیدا میشن تو اینا که یه واکنش از خودشون نشون بدن. 2 تا هم تو کشته میدی. حالا ببینیم تا کجا کارتون بالا میگیره. که این اراذل و باشه تو میخوای بفرستی تو خیابون ها؟ نمیدونم. در صورت ما تعقیب میکنیم داستان کرونا رو تا شب دیگری. امشب مقداری دیر بود و من نمیتونستم صدام رو بلندتر بکنم. اگه صدا ضعیف بود عذر میخوام. روند تحلیلم مقداری کند بود به خاطر اینکه من نمیتونستم با تون معمولی صدای خودم و والیوم عادیش صحبت بکنم. مجبور بودم به خاطر محیط مقداری در گوشی تر صحبت بکنم. شبتون خوش.